بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتاب 40 حدیث امام نووی. قال الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. يعني شيخ امام حافظ فقيه ابو زكريا يحيى ابن شرف نووی الله رحمتش کند میفرماید که حدیث 35 از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که گفت پیغمبر الله صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین گفت: به یکدیگر حسد نبرید و به یکدیگر زیان نرسانید. خب اساسا همون کلمه تناجشو کلمه می باشد که به سبب سودا یکسه زدن یکسه دیگر ضرر می بینن. نه، یعنی نرخ بلند کردن، نرخ پس کردن، اینا در نتیجه دیگر که ضرر می بینن. نه، و به یکدیگر کینه نگیرید و به یکدیگر دشمنی نکنید و بعضی از شما بر سودای بعضی دیگر سودا نکنند. اینا به همون معنی. و ای بندگان الله، برادر باشید. مسلمان برادری مسلمان است. بر او ظلم نکند، او را خیانت نکند، او را تحقیر نکند. در اینجا مسلمان برادری مسلمان است، او را ظلم نمی کند باید، و او را لا یخذله، خذلان گفته بی مدد گذاشتن نمی بیان، او را تحقیر نکند، ولا یکذبه، او را دروغ نگوید. التقوى هاهنا، تقوا انا اینجاست گفت و به سینه خود صلی الله علیه و آله و سلم 3 بار اشارت کرد. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، از بدی همین مرد را بسنده است که برادری مسلمانش را ناپسندی کند، تحقیر کند. هر یک مسلمان نزد مسلمان دیگر مقدس است. خون او و مال او و شرف و آبروی او. باید که همین انسان کاری کند که پشتی او مثلا گرم خونی کس نریزد، مال او تلف نیابد، آبروی او پایمال نشد. این است. بارک الله فیکم. خیلی حدیثی پر مضمون. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله
ولا يحقره ولا يكذبه. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. معلوم است که در اینجا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، یعنی بالای سودا یک کسی دیگر سودا نکند. مثلا گیریم میگوید که فلانی با یک کسی دیگر مالش فروخته، میگوید که بیا به من فروش، گفته چیکار منه نرخ زیاد کرده میخرتش. اما اونه که لا تناجشوا و این مقصد خریدن ندارد و این مقصدی نرخ بلند کردن دارد که چه همون فلانی رو فریب کرده گویا که من میگیرم میگوید، لیکن گرفتنی نیت نداره. مقصدی اساسی نرخ بلند کردن و فروختن است. و سوداگر مثلا چیکار میکند؟ مصلحت میکنه. در این حین همون شخصی خریدار ضرر میکنه. مثلا یک سوداگر مصلحت میکند، میگوید که خب مالت تو گو 1000 روبل میگو فروختنیشه و 1000 روبل میگوید. یک کس آمده اکنون خرم میگوید که من 1500 میتیم میگوید. انا مقصد اساسی که همون شخصی خریدار چیکار کند؟ در 1500 گیرتش که خب ضرر میشد در همین حال. خب یا که برعکس با شخصی خریدار اومده چیکار میکنه؟ خب مصلحت میکنه و با فروشنده ضرر بیند، گفته چیکار میکنه؟ مالش از این طرف از اون طرف عیب کرده، چیکارش میکنه؟ با نرخی پست یکی از اونها میخره دوره. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.